یه موقع بچه‌ها میگن آقا مسابقه چرا نمیدی؟ میگم برم چی بشه؟ الان من زحمت بکشم، رژیم بگیرم. یعنی دل سرد شدی؟ آفرین. بدنسازی که دوستای نزدیک من بودن، قهرمانای عزیز ما بودن، پست گذاشتن واسه من، واسه آقای علی خانی که پول گرفته، بدنساز قحطی بوده، این چی بوده، تو دهات مقام داشته. از محمد گلزار چقدر بابت مربیگری میگیری؟ ماهیانه 1.5 میلیون بوده آقای گلزار. به جای اینکه حمایت بشه از ما و ما هر روز طرفدار پیدا میکنیم، برعکس تو خانواده خودمون با اون مشکل دارن. مردم ما دوست ندارن یه بدنساز تو خیابون اخ کنه، با خودش هم قهر باشه. خب یکی از دلایل این که خب شاید منو دوست دارن که من میخندم همیشه. من مسابقه‌ای که رفتم آمریکا ماشینم فروختم. ماشینت چی بود؟ که بدونی همون فولکس فیروزه‌ای چه رنگی بود؟ یه رنگ تکی هم یه رنگی. امروز راجع به یکی از مکمل‌های پرمصرف می‌خوایم صحبت کنیم که خیلی از افراد با هدف اینکه افزایش عروق داشته باشن، پمپاژ خونشون بالا بره، اسم این مکمل ال-آرژینین. ال-آرژینین یک اسید آمینه غیر ضروریه. امروز می‌خوایم بریم سراغ عضلات همسترینگ که به استخوان لگن چسبیده. پس چرخش لگن میتونه روی این عضله بسیار موثر باشه. یکی از حرکت‌های خوبش ددلیفته. کسایی که قسمت پایین پشت پاشون ضعیف‌تره میتونن این رو برن. این قسمت میخوایم در رابطه با رژیم‌های غذایی فلکسیبل دایت صحبت کنیم، یعنی رژیم‌های غذایی منعطف. این ورزشکار درجه یکی که داره محبت میکنه من و این وزن‌ها رو بالا و پایین میکنه، یکی از بهترین ورزشکارای ایرانه. فیلهیس خوبه، خیلی خوبه. بیگرمی هم زیادی ارز نداره. بیگرمی هم خیلی خوبه. بیگرمی ارزش بیشتر هم هست. ما خانواده‌اً تو کار کشتی هستیم. من خودم هم قبلا کجا معلومه لای در نذاشتمش. با برنامه با غذام و نمیدونم ساپلمنتام و داروام و اینا همه یه چیزی حدود 300 تا 350 هزار تومان در روز هزینه میشه. یعنی ماهی هولوش 12 میلیون. ماهی هولوش 12. آقای مشایخ استروید میزنی بر بدن؟ تیپور افتخاری میگیرم، اگه خوب بود برام دست بزنید. محبت